ای وزارت تاجیکستان، ای پرزیدنت محترم امامعلی رحمان، التماس میکنیم که بعداد همه خلق کوچکانده، خلق کمبغل برسه. همه آدمایی که زمینا را گرفتن عموما در همه جنه سهم دارن، نه کار کردن سهم ندارن، عموما نه اکرام و جمالش، نه جلال الدینش، نه سراج الدینش، نه هیچ کامش. یک نفر داشتن اکرام و خیردین، خدا رحمتش کنه، مرد. دیگرش میگوی کجای دعوا که ما زورتون نمیرسن، نه در حکومت ناحیه، نه در ولایت، نه در جمهوری، یکم جو دوتون ده هیچ کس نمیرسن. اینا مردم اینا 6-7 مرتبه اینا 2 برگرد آدم زیاده ای 300 نفر همه همی بچه هاشون همه سغران خوندگیان اینستیتوت تکنیکوم همه جا در کار میکن، کار نیست بیکار. این مردم کجا بروه؟ ای کجا بیاوه بخوره؟ یک نفر شما یک نفر در زورتون که نرسه این خلق پوچکانده کجا دارش میره؟ چی میخوره؟ ما دادم نبا کجا بگیم؟ التماس همی چی خلقه دیده ببرویم. پسر 48 گیتاره که دور همی آدم 140 گیترش گندم کرده بیاید حکومت رو ببینه 10-20 گیتر پخته میکنه، زواد در خود چای تکه را فرشی میکنه، همه را فرشی میکنه که ما پلان بود کنم همه کارش فرشی همه همی فرشی ما اینجا دکمی داریم، همه همی دکمی کرد. این کارا را رئیس ناحیه نمیدونه و بیچاره و خلقا رو مگه و کارهای ماشینیکی رو نمیدونه. رئیس ناحیه مفرمو میته که برای زمینای بابا را بته، زمین خلق بته، معاوناش کتی جمال اینا مردم گوش داده گشته ایستن. این خیلی نمیشه. کدام روز یکون کم میشه بعد همه حکومت رو بفهمن که کار به چوب تای دیگه کار دارم. خلق دیگه مونده مزدورم، این همین خلق برای همین زمین. دادم پولی نیست باید کردم. همه دادم باید سامون رفتم زندگیمون پیش بریم تو که ما غلام داریم اکنه گرده پیش بیا گب زد برای سامت گب زد بگو سامیه بایست که پا؟ سامیه زمین های خدایی داری درست که؟ با ماشینای خطا دورا را بانی کتکای را کچونا دیوار ساگرا دورا دادم میخونه همه هیچ کار نمیکنه فقط دیگه جو میره در جنوب مولا هم دسته بوی کریکاشی نمو بگوی نمی تنظیمونم اینه کانترم کاتش کاتا جاگلت خود راوت کدام شروع کار داریم کاتا شو چند ساله من همینجا کار میکنم. یگان اختراع می تاریخ پدرکم و مادرکم بوده نیست. یعنی قهرمان مادر خودم پسرم خدمت نشانده‌ام. همین آدم ها را میدونن که همه همین زمینه دا اون دادگیم. انا یگان چورابی نداره. یک آدم چه کنه که آدم پیشش نداره. این کیای جمال بلاه بیاره. اینجا بیاره این ما کارشانه کنیم. بیاره اینجا یگان آدم نمیگیره ای. ما ایران واسه دم افشی رهبری سازم نیست کار نکنه. همش مفتخره. انا می‌نیام دوست ما در جبهش می‌دازم دیگه سینما نمیره. اینه به تخال 300 نفر رو کرد یگان تاش نیست. کار تابز ابوی امروز که خدا جمال می‌کردن برنامه پیش مدار. دولت و گردن خوجه تولد 1337 شیننده رحمان بردی اوشخون پیتاونی همه جودم با کار کردم تا سالی در 86 را مدت هم در کاره بچه ها دیدن یادم نیست کم کتا بوزه خسون را بود نم بکنن کجا بریم مدت هم دارم بچه ها خیلی 4 هم دارم
مرا میپرسم که رئیس جماعت رئیس حکومت همین مرا بوده بچه کلان مقصد 5 به چشمه خونه 813 ما کجا بریم ما 4 مرتبه پیش رئیس ناحیه رفتم چیز معاونش میبینم بابا میبینم هیچی نشید ما خطیت هم جمالدین 2 مرتبه کردم ما کجا بریم سری کنیم همه زمین ها دا ما کار کردن تا اوشخون تا ایجا هم با قریب 200 گیسر زمین دا همه سامی ما برس هم رئیس خدا هم مردای اماری رحمان و پدر مادرش رحمت کردی چور پیسر ما رو میتم ما رو گذارن ای ما ایشان بخیره با ای مدازی قرض کن هم رئیس که موتور ما رئیس نویا بابر مر رحمان کی امی سان مورا جزو کنا بتا ما یعنی سوکیون یعنی دههای محصلون یعنی حکومت دولت نوحیه و سه امیو همه اینا دیده است که مردم 200-300 نفر جمع شده وکیل قشلوق رئیس جماعت اشتراک نمیکنه ای منصباشون استفاده میبرن پول ای جا میارن امیادمو امیرا ما ای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان محترم امام علی رحمان خواهش و التماس میکنم که فهمی بعد یعنی خلق برسه که منصبدارش کیه پولدارش کیه رئیس جماعت که در مجلس اشتراک نکنه وکیل جماعت اشتراک نکنه ما خلق ما را زورمون میگه که اینترنت هم میدرویم اگر محصلان دولت حکومت بعد ما که برسن ما اینترنت نمیپرتویم برای ما هم میفهمیم که ما را بعدمون هیچ که نمیرسه یکی اگر قدر قیمت خلق اگر بدونه محصلان دولت اصاب نه اینمی محصلان دولت اینمی حکومت ناحیه واسه جماعت خدای رجب وفا ای اساس گذار صلح و وحدت ملی خواهش میکنه که ما را زورمون اومده امیاره یا چوره شوند اینه پول ایگجا میاره زمین ایگجا میاره وکیلش کیه رئیسش کیه اینه نیست 300 نفر آدم این خیلی مجلس 1000 بار شدگیه یکم کس بداد یکم کس نمیرسه این فقط همون کاری که نمیتونن اگر نه مردم هم برن محکم میکنن 2 سال 3 سال برای پول دوره همه کارم میکنن ما چیکار کنیم امیر محترم امام علی رحمان اساسگذار صلح و وحدت همه چورای خلق خیلی امکانیت باشه اگر ببینید ما همه خواهش داریم نه وکیل نه رئیس دیگه چیکار کنیم نورانه اینجا بیا اینجا گپ زن اینجا بیا این مردم جمع شدگی برای سامیه زمین از رئیس نویت زن زده گفتن که جمع شود مردم که جمع شد یکم نماینده رئیس نویت و جمعه یکم کس نمیمده است